خیلی خوب. همونطور که از اول امروز بهتون گفته بودم این بود که روتین پوستیمون رو آخر شب حالا هر ساعتی که میخوایم بخوابیم با هم دیگه انجامش بدیم. من معمولا این ماساژی که الان میخوام انجام بدم و هفته 3 بار سعی میکنم انجامش بدم. واقعا خیلی هم دمم گرمه که هفته 3 بارم با وجود اترین میتونم انجامش بدم، چون فقط اینجوری هم که یه وقت خوابگیر بیارم بالش شده به من. ولی امشب گفتم هم انجامش بدم، همین که با هم دیگه حرفم بزنیم. کرمی که من استفاده میکنم، اول که پوستمو با ژل شستشو شستم، شما هر ژلی میتونید استفاده کنید و کرمی هم که استفاده میکنم قبلا هم فکر کنم بهتون معرفیش کردم، اینه که همون هفته 3 بار ازش من استفاده میکنم. بریم که میخوام چیزی براتون تعریف کنم. اول بهتون میگم که ببین این ویدیویی که الان من دارم ضبط میکنم اصلا نمیدونم قراره چند دقیقه بشه، اصلا نمیدونم قراره که توی اینستا بذارمش یا توی یوتیوب بذارمش. من چند وقت پیش آینم اینور نگاه کنم، تقریبا 1.5 سال پیش تصمیم گرفتم که ژل لب بزنم. بله منم این تصمیم ها میگیرم، دوست دارم، منم نگاه میکنم این دوستم زده چخ بهش میاد، اون میزنه چه بهش میاد. و مشاورم هم یکی از دوستان بود که اونم اهل این کاراست، به شدت معتقده که آدم با این چیزا واقعا قشنگ میشه و واقعا تغییر میکنه. اول میمالمش جذب پوستم بشه، بعد اون ماساژا رو روش انجام میدم. با فردین قبل صحبت کرده بودم، مثلا یه چند ماه بود بهش میگفتن که مثلا این کارو انجام بدم، مثلا ژل بزنم، به نظره چطور؟ بعد گفت واقعا داری از من نظر میپرسی؟ تو که آخرش کار خودتو انجام میدی، چرا از من میپرسی؟ و من اونجوری بودم که خب نه تو هم بالاخره باید بگی، یعنی چی آقا؟ مخالف 100% بود. الان میریم روی ماساژ زرم دستمو و اینجوری بود که فردی میگفت که تو که میدونی من دوست ندارم، خب چرا میگی؟ اگه خودت رو مخته اون بحثش چیز دیگه است که بازم من اونم مخالفم. من یه کلینیکی که میرفتم برای لیزر، روزی که نشسته بودم با یکی از دوستام رفته بودم و منتظر بودم اون کارش تموم شه، بعدش کار من نشسته بودم در و دیوار رو نگاه میکردم، پر بود از تزریق ژل، نمیدونم بوتاکس فلان، زاویه سازی فک. من قبل و بعد توی مانیتور نشون میداد وای اینا چقدر قشنگن خدا. من برایشم میمونشیش گفتم که من میتونم یه مشاوره بگیرم که مثلا انجام بدم یا نه، اون این که به کسی بگم. و خب شاید برای یه سری عادی باشه، خب یعنی چی میخوای به کسی بگی؟ چی اسکلی؟ بدن خودت دیگه میخوای بزنی هر کاری کنی. ولی من اینجوری بودم که نه من باید به فردین قبلش بگم، شاید دوست نداشته باشه. ولی رفتم، دکترم آقا بود و گفتم که من میخوام انجام بدم همچین کاری رو انجام بدم. گفت خب بشینید مشاوره بدم بهتون که شما چی میخواین، اصلا چه مدلی. من این مدل داره ژل دیگه بزن دیگه، چی میگی مدل داره مگه؟ یعنی در این حدم اطلاعات نداشتم، فقط میخواستم که یه ژلی زده باشم. دیدین اصلا یادم میره ماساژ رو انجام بدم و کدوم قسمتشم. رفتم گفتم که من نمیدونم که چی مدلی و اینا، که خب آقا توضیح بده. گفت آره مثلا میتونی مثلا نیم بزنی بالا نیم بزنی پایین، نیم سی یا میتونی یک بالا یک پایین، که من به شما توصیه میکنم یه سی بالا بزنید یه سی پایین بزنید، چون که نهایت 1 ماه اون برم و بعدش از به لبتون میشه و میتونید دوباره بیاین برای تمدیدش. تمدید مگه این تمدید میزنی دیگه دائم نیست؟ و گفت نه خانم تو عملم بکنید دوباره، عمل ترمیمی نیاز داره. میخوام اینا رو بهتون بگم که من دیگه چقدر توی این کار نمیدونستم هیچی. گفتم که اوکی باشه خوبه، برین حساب کنید با منشی این کارتو بکشین، بعد این ژل فلان دارم، ژل اینجوری دارم اونجوری دارم و هیچی دیگه. من رفتم کارتو دادم که حساب کنم، بذار یه زنگ بزنم به دوستم، همون که خیلی مثلا به من میگفت که حتما برو مشاوره میداد من که تو باید بری. اگه گفت برو میزنم. زنگ زدم الو سلام فلان و اینا، من اینجا همش تصمیم گرفتم یهویی. من گفت جدی بزنی یا ول نکنی؟ ببین اصلا تو برای قشنگی نباید بزنی که تو اصلا درمانت میکنه. یعنی ببین انقدر منو ناامید کرد. اون لحظه لبه اون پرتگاه نمیدونم پرتگاه کار درستی خواستم انجام بدم یا کار غلطی بود، اصلا کاری بینش ندارم، ولی لبه اون پرتگاهی بودم که با یه تلنگر میافتادم که مثلا کار انجام بدم یا میافتادم کار انجام ندم. گفتم جدی میگی؟ آره بابا بزن، اصلا بهش چی توجه نکن، اصلا جذب میشه نخوای دوباره میره فلان میشه، برم بزنم.
آره نه چیز نکنی و نره بیرون مطب بزن. حل بابا اصلا چرا من زودتر به تو زن، اصلا چرا با هم نیومدیم؟ و 99% من اوکیم و دیگه میخوام رو بزنم دیگه. با اوج تغییری میکنم. منشی هم میومد میرفت میگفت عزیزم انقدر قشنگ میشی، انقدر خوشگل میشی. بعد من اینجوری بودم که این راستی میگه. آره من چیم کمتره؟ اصلا مگه چیه؟ این همه ملت دارن میزنن دیگه، تو هم روش چی میشه؟ مگه قشنگ میشی؟ اینا نگاه کن همه خوشگل شدن. باز لحظه آخر گفتم که یه زنگم به فردین بزنم. آره زنگ زدم که فردین من الان که اینجام تصمیم گرفتم که چیز کنم، ژل بزنم. بعد گفت که چی؟ تو اصلا برای یه کار دیگه ای رفتی؟ داری چی کار میکنی؟ یعنی چی؟ زنگ زدی به من چی بگی؟ تو چرا انقدر کارا دیگه هویه؟ الان داری من اسکل میکنی، مسخرم میکنی، فلانم میکنی. گفتم نه به خدا من دیگه تصمیم جدیمو گرفتم، فقط تو بگو آره یا نه. گفت که خب تو که میدونی جواب من نه. گفتم نه تو یا بگو آره یا بگو نه. میگه خب تو که میدونی من میگم نه تو یا بگو آره یا بگو نه. بابا لعنتی من فقط از تو آره میخواستم. چرا اینو متوجه نشدی؟ آره خلاصه که فرنگی گفت نه من که اصلا مخالف 100%شم و اصلا اجازه نمیدم. یعنی اگر مثلا به من باشه اجازه نمیدم، ولی خب بازم تو نظر خودته و میدونم که اصلا به نظر من اهمیت نمیدی. بعد من دوباره اینجوری شدم که راست میگه ولش کن، چرا این کار باید بکنم؟ دل بزنم بهم نیاد یه بیاد خیلی بد بشه. یعنی توی دوراهی وحشتناکی بودم. این یکی دوستم که باهاش رفته بودم برگشت گفت که چته؟ آره میخواستم اینجوری کنم اینو بزنم. گفت که ببین نظر خودته در نهایت و من نمیدونم چی بگم، ولی به نظر من نزن. زدم پشیمون شدم، فکر میکردم بهتر میشم ولی نتونستم باش کنار بیام. درسته بعدش جذب میشه و فلان و اینا، ولی من همچنان رو مخم بود که بزنم. در نهایت چیزی که باعث کنسلی من شد این بود. دکتر گفتم که این هم انجام بدم. گفتم که این ورم و ایناش که میمونه بعد از تزریق تا چقدر حدوداً؟ گفت که مثلا یه 2-3 روزی میمونه دیگه. اول دوم که یه ذره زیاده، بعد کم کم دیگه کلا میره. دید نه من نمیتونم. برای چی؟ گفتم که آخه ما فردا شب جای دعوتی مهمونی و من چون نمیخواستم اصلا کسی بدون من ژل زدم، قطعا تا فردا شب مشخصه و پس من نمیزنم. آقا من نمیزنم. هر صورتی بود که من نگار داشتم خودمو گول میزدم و اون مهمونی هیچ ربطی به این نداشت که من کنسلش بکنم این ژل رو یا کنسلش نکنم این ژل رو. و الان که دارم بهش فکر میکنم خب صادقانه بخوام بهتون بگم خیلی خوشحالم از این بابت که ژلو نزدم. میدونم نیاز واقعا مخصوصا برای لب بالام. به قول دوستم میگفت که تو اصلا باید برای درمان بزنی نه برای زیبایی، چون خودم رو میشناسم. آدمیم که اگه این ژلو میزدم قطعا سراغ یه کار دیگه میرفتم و یه کار دیگه ای که میرفتم دنبال کار دیگه ای میرفتم. در نهایت نشستم روی خودم کار کردم که تو همینجوری خوبی، تو همینجوری قشنگی. من اگه بخوام این کارو بکنم واقعا راستش رو دارم میگم و صادقانه دارم بهتون میگم 95%ش به خاطر دید مردمه. یعنی اینکه مردم به چه نگاهی قرار منو نگاه کنن که مثلا مورد تاییدشون هستم یا مورد تاییدشون نیستم. الان خوشحالم که این کار نکردم، روی چیزای دیگه خودم کار کنم از لحاظ اخلاقی و اینا. ظاهر مهمه، اصلا نمیگم مهم نیست، اما وقتی خب خودت از خودت راضی باشی به نظر من اون عزت نفس، اون اعتماد به نفس میاد سراغت و فکر میکنی تو همین جوری که هستی قشنگی. شاید اگه چند سال پیش بود من عمرن میشستم جلوی دوربین بدون هیچ میکاپی و میخواستم اینجوری حرف بزنم بدون هیچ میکاپی و خیلی خودمون اصلا اعتماد به نفسشون نداشتم. ولی کار کردن روی خودم خیلی تاثیر داشت. اینکه به حرف دیگران اهمیت ندم، به نگاه بقیه به خودم اهمیت ندم از لحاظ ظاهری، چون من هر کاری بکنم قطعا جامعه داره به یه سمتی میره که تو باید یه کار دیگه هم انجام بده که ملاک زیبایی اینه، مثلا سال بعد ملاک زیبایی اینه، تو چرا انجامش ندادی؟ پس از نظر ما زیبا نیستی. نمیخوام دیگه خیلی حرفای اینجوری کلیشه‌ای بزنم. آره معیار زیبایی های الان اینه اصلا به درد نمیخوره. بله خودی خیلی حرف زدم، ولی این نتیجه این ویدیو این بود که من ژل نزدم و از ژل نزدنم هم خیلی خوشحالم. شاید من مثلا چند سال دیگه یهو نظرم عوض بشه و بخوام بزنم، اما الان این لحظه که الان در خدمت شما هستم
خوشحالم از اینکه چند سال پیش نزدم جلو. الان بدون هیچ حرفی بهتون، شاید هم حرف بزنم نمیدونم، چیزا رو بهتون بگم، ماساژا رو بهتون بگم. 3 تا ست 30 تایی این حالت. ببین هنوزم پوست من چون نرمه میتونم، ولی به هیچ عنوان بدون کرم بدون روغنی که استفاده میکنم پوستتون رو ماساژ ندین. 3 تا اینجوری برای خط لبخند و این حالت بوکالفتی که اینجا ایجاد میکنه اگه دوست داشته باشین ادامه بدین. اگه نه مثلا همین در این حد که فقط خط لبخندتون از بین بره. این حرکت هم با 3 تا ست 30 تایی برای زاویه سازی فک. ست 30 تایی هم اینجوری همین و اینم خب دیگه انجام دادم دیگه. میتونید روغنی که زدین همزمان کل پیشونیتون رو بکشین بالا که باعث جوانسازی، جریان خون زیر پوستتون و در نهایت روشن شدن پوست و 1000 تا داستان دیگه. کرمتونم که گفتم هر کرمی که دارین، ولی کرم من اینه. شبتون بخیر. حالا نمیدونم دوباره ویدیو بذارم براتون یا نه، ولی فعلا اگه منو ندیدین شبتون بخیر.